دوستان عزیز سلام. خوش آمدید به یک از ویدیوهای دیگر از گوگل ارت انجین، آموزش گوگل ارت انجین درس سوم. تشکر از اینکه درس ها را تعقیب میکنین. امیدوارم که نظریات، انتقاد، پیشنهادات خود در بخش کامنت بنویسین یا برای از ما مستقیم روان کنین تا بتانیم که کیفیت و همچنان در مجموع آموزش ها رو خوبتر کنیم. اگر شما نظر ندهید در حقیقت ما پیشرفت نمیکنیم و موضوعاتی که میخواین پوشش داده شود و چی چیزا رو نیاز دارین در حقیقت بر ما بگین. یکی از دوستای ما نظر داده بودن که به اندازه کافی تیوری پوشش ندادین. البته ما شما را توصیه میکنم که بخشای تیوری را خود شما کوشش کنین بخوانین، ولی بازم یک روز یک سال دیگه در بخش تیوری ما خواهیم آماده کرد. و یک چیزی که یادآور شدم، من وقت کم دارم و تدریس کردن وقت زیاد میخواد. پیش از اینکه من آموزش برابر میکنم باید آمادگی بگیرم و ببینم که چی باید بر شما تدریس کنم و حداقل یک دفعه ترای کنم که کار میتونه. در حقیقت نمیشه به پلان تدریس کرد. در این صورت است که خیلی وقت از من مصرف از این کار میشه. من کوشش میکنم که وقت کمتر و چیزایی که یاد دارم در حقیقت بر شما تدریس کنم. بازم نظریات خود بنویسید و همراه دوستای خود شریک کنید. بازم هدف ما فقط آموزش هستن. در حقیقت شما اگر کدام چیزی یاد دارین یا کدام چیزی من اشتباه میگویم، شما حتما برای من یادآور شوین. ما مثلا کدام مخترع نیستم، من مثل شما یاد گرفتم، شاید مثلا کم کاستی داشته باشه. خب مستقیم میریم به گوگل ارت انجین. گوگل ارت انجین رو باز میکنیم. معمول یک دفعه که باز کنید کد بنویسین اتومات میان. ما کد سابقه ما در اینجا هسته برای G1. ما بعضی کارا رو انجام دادیم، دیتای لنسد رو لود کردیم. ما اینجا کامنت میگذارم که لود دیتا تا معلوم شود. visualization parameters دیگه اینجا نوشته میکنیم که display the map. خب توضیح ساحر مدیر زیاد گرفتم. موضوعاتی که ما امروز میخوایم در درس پوشش بدیم این است که ما شروع میکنیم به محاسبات مثلا شاخصایی که در مجموع بخشای مثل NDVI و NDVI و خیلی شاخصهای دیگه هستن. البته ما وقت از این نیست که را تشریح کنم. شما میتونید از این باره سرچ کنین. اندکس میگه مثلا نوشته که spectral indices. مثلا شما میتونید در گوگل سرچ کنین spectral indices یا اندکس. میتونه که مثلا در این بخش بر شما معلومات خیلی مشخص بر شما میده. مثلا اولینش NDVI با فرمولایش هستن. تشریح کرده که NDVI چه قسم محاسبه میشه. میگه که باندی نیر انفرارد، منفی رد، باندی رد. ما باندارم برای شما تشریح میکنم. باز گفته که نیر انفرارد پلوس ببخشید جمع رد در حقیقت NDVI میشه. و مثلا چی هستن MRE NDVI که باز شما میتونید دربارش بخونن، میشه کوشش کردن که اپتیمایز کنن حالت خوبتر فرمولش. و خیلی اندکس های دیگه مثلا اسپکترال اندیسیس اینجا هستن. این بخشی R هستن. البته تمام اینی لیست اسپکترال اندیسیس ها هستن. مثلا NDVI، DVI، EVI، Enhanced Vegetation Index، مثلا GMI، GNDVI، Green Normalized Different Vegetation Index، MNDVI، MSAWI مثلا Soil Adjusted Vegetation Index. خیلی زیاد است. شما شاید سوال کنید که ایندکس ها را چرا جور کردن، کی جور کردن. در حقیقت ساینتیست ها کوشش کردن که از باندهای عکس ستلایت با هم کمباین کنن. در حقیقت معادلات ریاضی روش انجام بدن. این اندیسی ها یا اندکس ها
شاخص در فارسی میگن، کار خاص میکنه. مثلا NDVI که ما اینجا دیدیم، البته کجا شدم اینجا، اینجا هستن. NDVI Normalized Different Vegetation Index. مثلا خوب است که مثلا ویژیتیشن یا نباتات رو ببینیم که یعنی نشان میده که زمین چقدر سبز هستن سبز نیستن. NDVI Normalized Different Water Index که بخشای مثلا برف و آب خیلی خوب هستن، کمی پیشرفته ترش هستن، تغییر دادن. شما باید در ازی بخوانید مثلا نوعیت خاک soil adjusted index ببخشن، یعنی نوعیت خاک نه، مثلا خاکای اکسپوز شده، یعنی در حقیقت یک جای نبات هستن و ساحه‌ای که مثلا bare soil هستن زیادتر دیتکت نشه باعثی. شما میتونید که هم یک جای با دیگه بانده های عکس استفاده کنین و در حقیقت برای پیشرفت کلاسیفیکیشن شما خوب هستن که بعدا این موضوع را چی میکنیم کور میکنیم. حالا شما عکس دارین، چیزی که ما میخوام بر شما اینجا نشان بدم پیش از این هسته که مثلا ما وقتی که لنزد عکس ها رو میبینیم، یک چیز لنزد 8 سرچ میکنیم، ما باندا رو باید ببینیم. باندا کجا هستن؟ مثلا اینه گرفتیم، این معلومات اون نیست، دربارش میتونید بخونین. باند وقتی یک عکس گرفته میشه، البته معرفی از این بعداً خواهد آمد، از باندهای مختلف تشکیل شدن. باند به چی مفهوم هستن؟ یعنی در تیفای مختلف معلومات جمع آوری میکنه. مثلا بخشید من اینجا میخوام یک چیز برای شما نشان بدم. حالا آره، مثلا اینجا ویولنت هستن. مثلا ما اگر موج ببینیم، ما اگر نور ببینیم بر فرض که به چی شکل حرکت میکنه، نور حالت خط نداره، موج هستن به هر اندازه‌ای که مثلا چی هستن به طرف پایین. مثلا اینجا هستن واحدش به این طرف که ما میبینیم مثلا ویولنگتش مایکرومتر هستن، 0.5 مایکرومتر. من میخوایم یک معلومات دیگر بیارم که به شما دقیق تر ببینین. مثلا لنسد ایمیج آره، حالا اینجا میتونید دقیق تر ببینین. مثلا این طول موج هستن. طول موج شما در فیزیک خوندین، مثلا اگر در فارسی هم سرچ کنین اینجا طول موج، حالا یک عکس در فارسی هم شاید بیایید از اینجا تیف مرئی میگه که مثلا این بخش ویزیبل میشه. موج وقتی که ما دیدیم اینجا، حالا اینو میبینیم، عکس ها رو میبینیم، نور که هست به شکل موج حرکت میکنه. البته در باندهای مختلف، مثلا از طرف پایین، حالا اینجا میبینیم دقیق‌تر آب خیلی خوب هست. مثلا وقتی که شروع میشه مثلا خیلی چی دارن، موج کوتاه دارن، یعنی طول موجشون کوتاه هستن تا یک میره به طرف بالا که مثلا طول موجشون خیلی بزرگتر میشه. و اینجا مثلا شما میبینین که نوعیت‌های مختلف تشریح شده که مثلا اندازه تقریبی طول موج و دیگه افزایش طول موج، افزایش عمق نفوذ، کاهش انرژی. وقتی که شما اگر یک رسمان یک سرش یک جای باشه، سر دیگهش مثلا به این شکل انرژی وارد کنین، در حقیقت موج میگیره. به هر اندازه‌ای که انرژی بالا وارد کنین، این سخت‌تر تکان بدید، به همون اندازه تیز حرکت میکنه، طول موجش کوتاه‌تر هستن، یعنی ایسا هستن.
به هر اندازه که مثلا نرمتر و با انرژی کمتر تکان بدین، ببینین که مثلا طول موجشون بزرگ هستن. طول موج از این ساحت تا از این ساحت میگن، مثلا ببینین دور هستن، این با هم نزدیک هستن با مشکل. حالا هر چی طرف میایین در حقیقت عمق نفوذشون اضافه تر میشه، مثلا از ابر و چیزهای دیگه تر میشه، مثلا به طرف مثلا امواج رادیویی و رادار و مثلا تیوی و اف ام و ای ام. بعضی اوقات اگه دیدی باشن رادیو رو مثلا با موجای بزرگ میگیرن، اف ام مثلا موجای هستن که مستقیم هستن شاید نگیره. به این شکل هست. مثلا اشعه شما مثلا اگر در شفاخانه رفته باشین، اشعه ایکس، اشعه ایکس یا ایکس ری، همین ماشین ایکس ری، یک چیزی که بخوایم بگم از اشعه ایکس، یعنی در حقیقت از این طول موج در اینجا استفاده میکنن. هیچ کار میکنن که اشعه ایکس ری در حقیقت وقتی که نور میتابه از گوشت شما تر میشه، به استخوان شما میخوره، در حقیقت پس دوباره از اونجا منعکس میشه، پس میه. یعنی این بازی طول موج کوچکتر، هر چی طول موج از کوچکتر شده داره برای انسان بزرگتر هستن. به همون شکل مثلا اشعه دیگه شدن و بخشای دیگه هستن که شاید استفاده نشن در بخش تیپ چیزای دیگه فرا بنفشو که مثلا بخش نور مرئی اینا رو من تشریح میکنم. و یک چیز قابل یادآوری هستن که ایکس ری را یکی از اساتید دانشگاه وورسبورگ کشف کرده که تمثیل وقتا سالگیریش هستن. اینجا بسیار اعلانات دربارش زده که به افتخار از او و او اختراع را ثبت کردن برای تمام انسان ها، ثبت نکردن در نام خود، برای تمام انسان ها دادن که جانشان نجات بدن. خب از این بخش استفاده میکنن. حالا چیزی که ما میخواستم بگویم این باندا هستن. مثلا ایره که ما دیدیم طول امواج، حالا طول امواج فکر کنین در اینجا اینا نانومتر اینجا نوشته هستن. حالا ببینیم اینجا ویولنگتشون به مایکرومتر هستن. در بخش 0.5 مایکرومتر از کدام بخش شروع میشن؟ این بخشی هسته که مثلا اولین چینل بلو یا باند اول لنسد ریکارد میشه معلوماتش از این بخش که نسبتا طول موج کمتر هستن. بعدا مثلا گرین که ریکارد میشه، بعدا رد ریکارد میشه. این بخشی هستن که ویزیبل اسپکتروم میگن، یا مثلا بخشای که چشم انسان میتونن این بخش ببینن. چشم انسان تنها میتونن که از این بخش ببینن، البته بخشای دیگه دیدن نمیتونن. مثلا اینجا نوشته شده نور مرئی در زبان فارسی، یعنی در حقیقت از 400 نانومتر تا 700 نانومتر که مایکرومتر 4 چند میگن اینجا. در حقیقت از این بخش که از اینجا هستن تا 700 مرئی هستن، چشم انسان توانایی داره ببینه. و از این بخش مثلا باند بلو گرین رید ریکارد میشه که با ما که کمپاین میکنیم یک عکس RGB به ما به دست میده. ولی ستلایت نه تنها که در این بخش دیتا ریکارد میکنه، که مثلا در طول موج بالا ریکارد میکنه که یک چی هستن بند 4 از این هستن. بند 4 مثلا در گوگل ارت انجین ببینیم. خب بیره که دیدیم مثلا اینجا نوشته هستن رزولوشنش 3 متر هستن. یک دوست ما امروز میگفتیم تا برای رزولوشن اشتباه گفتین، حالا ببینین در اینجا نوشته هستن 3 متر. ببینین از 0.43 تا 0.4 مایکرومتر ریکارد شده. اینجا میبینیم که کجا هستن. اینجا 0.4 که 0.5 از این شروع شده تا 0. چند بدن ببخشید تا 0.45 بدن. و بلو هم رقم 0.45 تا 0.51 شما میتونین بازی لنزد ایمیج سپکترال سایتچر سرچ بزنین، بر شما میاد که از این بخش هستن با این طول موج دیتا از ریکارد شدن. و گرینش هم 3 متر رزولوشن داره، از 0.5 تا 0. تقریبا 6 مایکرومتر ریکارد شدن که تا از این سا هستن. گرین بودن آبی بودن کنم من از پیشم کنفیوز شدم. بند 4 رید هستن. یعنی 3 تا بند هستن. ببخشید این بند اول کوستال ارسول هستن که معمولا زیادتر استفاده نمیشن. من اشتباه کردم ببخشید. از چی هستن؟ ولی بلو که هستن، بلو گرین رید. من گفتم چرا اشتباه شدن. مثلا از بخش 4-5 شروع میشن تا مثلا رید که از 6-4 تا
6 و 7 است، تقریبا مثلا 7 اینجا میبینیم تقریبا 0.7 میکرومتر بند سرخ هستن رد. خب وقتی شما مثلا میگه که اشعای مادون قرمز، یعنی در فارسی بعضی اوقات میگن مادون، که میگن پایین، میگن مادون، نمیفهم شاید عربی باشه، پایین سرخ، مثلا یعنی باند سرخ هسته. شما هیچ وقت یک چیز بر نکنین، باید بفهمین این باند سرخ هسته. پایین سرخ هر چی که مثلا ویولنگتشان پایین باشه، پایین سرخ مثلا، یا بالای سرخ، یا مثلا چی هستن در مجموع مثلا این رد هستن، یا بالای یا پایین، یا مثلا بر شکل یعنی باندایی که پایین تر سرخ قرار داره و مادون قرمز در ایرانی، یا مثلا مثلا لهجه ایرانی فارسی، یا مثلا مادون قرمز و بالای قرمز، نمیفهم چی میگن، که مثلا باندای بالای سرخ و پایین سرخ. خب نیر انفرارد بند پنجم هستند که شما طول موج رو میبینید در اینجا. بند پنجم در حقیقت آمدن در اینجا ریکارد شدن، و بند هفتمی که ما میبینیم، بند هفتم شارت ویف انفرارد میگه. انفرارد ما شما اگر ترجمه کنیم، رد چرا میگن؟ سرخ میگن. اگر ما شما ترجمه کنیم، در مجموع انفرارد فرو سرخ جالب چی کردن ترجمه کردن. حالا شما میبینید که لفظ انفرارد هست. من معمول در انگلیسی یاد گرفتم، البته ترجمهش مشکل داره، شارت ویف چیز دیگه. و بند هشتمش پانکروماتیک که هم بعضی اوقات استفاده میشه و استفاده خوب است. اگه شما بخواید رزولوشن شده از 30 متر در 15 متر تغییر بدین، میتونید از استفاده کنین. مثلا و چی طول موج از 0.52 تا 0.90 ببینیم در اینجا 0.52. خب حالا اینجا نشان نداده. در حقیقت شما میتونید که چه کنید ببینید، و بعضی اوقات متوجه بشن که چرا به این شکل هستن. شما میتونید بعضی دیگر سرچ کنید به نام atmospheric window remote sensing بزنین، برای شما میه ببینین. من میخوایم که یک شاید اینجا باشه. ببینین ویولنگ بخش فکر میکنم ما مایکرونز هستن، مثلا در پایینش البته شاید این خوب باشه. این خوب در هستن. این حالا بخش نانومتر هستن، بعدا از این شروع میشه 1 میکرومتر، مثلا 10 میکرومتر. اینی بخش ویزیبل هستن، بخشی که چشم ما کار میکنن. باید ما متوجه باشیم که وقتی نوری که از آفتاب میتابه در حقیقت به چندین ویولنگت، یعنی با ویولنگت های مشخص مثلا در طرف زمین میان. در حقیقت ما چی بگویم، وقتی که نوری آفتاب میتابه به طرف زمین و طول موج مختلف هستند. با مثلا وقتی گرد و خاکی در روی اتمسفر قرار داره، یا مثلا پروپرتیزی که اتمسفر داره، بعضی طول موجا چانس از پیدا میکنه که داخل اتمسفر شده به زمین برسه، و بعضی از یا مثلا چانس از پیدا نمیکنن، جذب میشن. در حقیقت در ریموت سنسینگ به نام اتمسفریک ویندو مثلا مشهور است، یا در مجموع جذب میشه. حالا اینجا میبینین که مثلا معمول
در بخش ویزیبل اکثر نورها میتونه که مثلا داخل بیه. بعدا وقتی در یک مایکرومتر میبینیم بعضی جایا مثلا خیلی کم میشن. مثلا از در اینجا یک اتمسفریک ویندو هستن، یک دریچه هستن که در حقیقت تمام نورهایی که با این ویف لنگت هستن جذب شدن، هیچ کدامش چانس زیر پیدا نکردن که در زمین بیان، مثلا در چی شون پایین بیان. و اینجا مثلا absorption مثلا losses در اینجا نوشته کردن که فرض در حقیقت جذب شده تمام نورها. مثلا نو absorption در اینجا مثلا طول موج خیلی بزرگ شده تا 100 میلیمتر، تا 100 میلیمتر طول موج شده. طول موج بزرگتر در حقیقت نور زیادتر در زمین میرسه. بعدا روی این تاپیک گپ خود زدیم که چرا مثلا طول موجای مثلا کوچیک یا بزرگ مثلا چرا میتونن که مثلا بگذارن، چرا طول موجای کوچیک گذاشته نمیتونن. خدا کنه فهمیده باشه. چند موضوع رو میخوام بفهمید. اول که بفهمید که طول موجای باندا چه قسم هستن. اول میخوام بفهمید که مثلا عکسی که ریکورد میشه طول موجای مختلف ریکورد میشه با پروپرتیز های مختلف. بعضی کلمات انگلیسی استفاده کنم، مثلا در حقیقت تا 7 بند لنسد و چیزای دیگر خیلی خوب استفاده میشه، ولی بند مثلا 8 پانکروماتیک بعضی اوقات استفاده میکنیم، بعضی اوقات نه. طول موجایش رو برای شما تشریح کردم. طول موج مثلا چه قسم هستن و چی مفهوم میدن، مثلا از کجا تا کجا را هستن. و اتمسفریک ویندو چی هستن. مثلا اتمسفریک ویندو بعضی نورها جذب میشه بعضیش نه. مثلا همیشه مردم درباره اوزون صحبت میکنن. اوزون یک چی هستن. مثلا وقتی شما اگر اینجا بنویسین خب اینجا مثلا معلومات میاد که اوزون وقتی که در فضا موجود هستن با از این مشخصات این میتونه که مثلا از ورود این اشعه هایی که نسبتاً با طول موج کوچک هستن از زمین جلوگیری کنه. اگر اوزون در حقیقت سوراخ شوه و او نورها با طول موج در زمین برسه برای صحت انسان مضر هستند. شما وقتی که در زو باره صحبت میکنین متوجه باشین این رو باید برین. و بعد ترمایی که هستن مثلا اتمسفریک ویندو رو متنسینگ اینا تازی بخشی یاد شما باشه. نمیفهم که در فارسی اینا رو چی مثلا ترجمه کردن. خب آمدیم باندا رو دیدیم. حالا میبینیم که ما دیتا رو که ما از دیروز گرفتیم میدیانش رو گرفتیم در اینجا ما نشان دادیم به چی شکل هستن. مثلا ببخشید فکر میکنم در چی بودن. ما ایرم سیف کنم. ما بریم در بخش از بخارا، در شهر بخارا دیروز کار میکردیم. یک منطقه مورد مطالعه انتخاب میکنیم در شهر بخارای شریف. این کار رو دیروز انجام دادیم. میگیم که dot median dot clip که در منطقه مورد مطالعه کلیپ کنیم و میدیانی که اینجا بود نیاز نه اینجا باشه. روش کلیک میکنیم. خب این را آف میکنیم از اینجا که برای ما نشان نده. ببینیم منطقه مورد مطالعه خود نظر به نیاز خود کت کردیم. این کار دیروز انجام دادیم. بخارا رو دیدیم. اگر ما بخوایم که عکسی که اینجا داریم پرینت کنیم یا مثلا در اینجا که مشخص شده باید پرینت کنیم ببینیم که کدام باندا اونجا موجود هستن. مثلا ما اینجا میگیریم میتونیم در پایین بنویسیم و میتونیم در اینجا بخوایم که این باشه لنست. یک نامگذاری میکنیم بند.
خب در وقتی نامگذاری کنیم آپوستروفی میگذاریم ببینیم تایپ. حالا عکسی که اینجا داریم 12 بند داره، بند B1 B2 هم رقم تا B11 اینا. ما و شما میتونیم که اینجا هستن. اول کار که میکنیم ما میخوایم که اول باندها رو انتخاب کنم که انتخاب کردن باندها هستن. شما میتونین قبل از انجام بدین و حتما بعد از او، ولی من فکر میکنم خب تر هست که انتخاب باندها را از اینجا انجام بدین. ما این همه چرا باند نیاز نداریم، مثلا باند 9 10 11 در ما نیاز نداره. ما میخوایم از باندی مثلا 1 تا باندی مثلا 7 استفاده کنیم. ما میریم در اینجا انتخاب میکنیم، میگیم دات سلکت. همشه متوجه بشین سلکت وقتی میخواید باندهای مشخصه قوس باز اینا در داخلی که باند مشخص کنیم سکویر براکت باز میکنیم اپوستروفی میتیم نام باند نوشتن باند 1 باند 2 باند 3 اپوستروفی باند 4 و باند 5 و باند 6. باند 7 هم میگم که شامل باشه. خب حالا که ما پرینت بگیریم ببینین حالا 10 باند هستن. وقتی ما پرینت میگیریم چند باند میشه؟ 7 باند شدن. ببینین تنهای باند هستن. ما با سلکت گرفتن از این سلکت باند رو انتخاب کردیم. اگه در صورت پیش از اون میدین نگرفته باشین دات سلکت بگیرین بر شما انتخاب نمیکنه چون ایمیج کلکشن هستن. باید ایمیج باشن که شما انتخاب کنین. با مثلا دات سلکت میتونیم که به این شکل باند رو انتخاب کنیم. حالا میریم به دنبال محاسبه کردن این دیگه. من اینجا کدش رو برای نمونه پست کردم. البته شما باید یاد بگیرین که چطور میتونین که پیدا کنین کد از را. calculate ndvi. اگر در صورت اینجا کلیک کنیم ndvi نمیه، ولی معمولا کاری که من انجام میدم یه هسته که ما در گوگل میریم چون در زبان انگلیسی خیلی معلومات زیاد هسته. میتونین نوشته میکنین که ndvi گوگل ارت انجین. وقتی روی کلیک میکنیم اتومات معلومات میاد. اینجا شما میتونید که NDVI مشخص کنین. مثلا اینجا گفتن که میتونین که از عکسی که دارین یک دفعه بند 5 انتخاب کنین، یک دفعه بند 4. پیش از اینکه کار کنیم اول باید ما ببینیم که فرمولای NDVI چه رقم هستن. شما نیاز نیست دائم در فکرتون داشته باشین. مثلا نوشته میکنیم که NDVI فرمولا اتومات بر شما میاد. اینجا میگه که مثلا بند near minus red بند near plus red مثلا divided by. حالا همه فانکشن یا در مجموع کلکولیشن در گوگل ارت انجین پیاده میکنیم. ما اول پیش از این میبینیم که بند لنزد 8 ببخشید near و red کدام هستن. near minus red میریم near بند میبینیم near که هستن بند 5 هستن، رد بند 4 هستن. در حقیقت بند 5 منفی بند 4. حالا اینجا میریم در گوگل ارت انجین همیشه که میخواین یک وریبل جدید ایجاد کنین وار نوشته میکنین ndvi مساوی به. خب پیش از اینکه هر کار کنیم باید ما عکس خود انتخاب کنیم. کجاست عکس ما؟ این عکس ما به نام لنزد 8 هست. کپی میکنیم میاریم در اینجا. به چه شکل یک باند انتخاب میکنیم؟ به دات سلکت. حالا مشخصا چندین باند انتخاب کنیم ولی اینجا میتونیم که بعد هر باند انتخاب کنیم. میتونیم که مثلا سلکت انتخاب کنیم که باند ببخشید باند 5 بودن. 5 منفی 4 near minus red 5. خب حالا ماینس در انگلیسی در چی میگن؟ سابترکت میگن. اینجا شما میتونید پیدا کنین دقت خوب بگیرین
subtract. ببینن رنگش تغییر دادن. داخل قوس میریم میگیم که باز انتخاب میکنیم که لنصد 8 دات سلکت بند چند بند 4-5. حالا قوس عمومی میگیریم، یک قوس دیگه در اینجا میدیم. این همه به خاطر که یک کلگی بازی یک جای تقسیم داد divided تقسیم divided divided گذاشتهش میشه divide. باز همین انتخاب میکنیم بند 5 مثبت بند 4 بند 5 یا اینجا نوشته میکنیم اتومات میتونیم نوشته کنیم لنصد سلکت بند بین اپوستروفی نوشته میکنیم بند 5 ماینس به چه شکل نوشته میکنیم بند 5 مثبت اد میگن اد قوس باز چون داخل از فانکشن نوشته میکنیم باز لنصد 8 دات سلکت بند 4 بین اپوستروفی بند 4. حالا کلیک میکنیم میبینیم که یک مشکل تزی هست. نه کدام مشکل وجود نداره. اگر در صورت چی هستن ما شما میتونیم به شکل چی کنیم انتر بکنیم که کمی کوتاه‌تر معلوم شود کدام ایرور بر ما ندادن. من اینجا هم یادداشت کردم ما مثلا بعدا چطور ایره نشان بدیم. اینجا ما کدام کد مشخص نگذاشتیم، بر شما یاد میدیم که مثلا چطور کد پیدا کنین. در حقیقت که شما وقتی یک کار میکنین باید خود شما اتومات پیدا کنین کدها کجا هستن. مثلا حالا میریم ایندیوی نشان میدیم. ایندیوی باید هم مثل که عکس نشان دادیم بعضی پارامترهای ویزوالایزیشن داشته باشه. در اینجا میریم میگیم که مثلا در بخش گوگل نوشته میکنیم که NDVI Visualization GEE اتومات معلومات از این میایه در این بخش داره چون داکمنت شده. هر سافتویری به این شکل معلومات داره. غیر از اگه شما مثلا معلومات از نبینین کد از پیدا نمیتونین. میبینین دیسپلی در ریزلت مپ سنتر گرفته ما نیاز نداریم. چیزی که نیاز داریم اینجا هستن. اینجا هستن که war NDVI parameters یکی ماین انتخاب کردن مکس انتخاب کردن و پلیت انتخاب کردن که رنگش چه رقم باشه مثلا بلو وایت گرین باشه. ما میریم همین کار اینجا انجام میدیم در صورتی که مثلا ما یاد نداشته باشیم یادش ما بره دفعه بعدی به این شکل انجام میدیم. میریم باز ببخشید در گوگل ارت انجین میریم. وقتی در گوگل ارت انجین رفتیم اینجا ما یک یادداشت نوشته میکنیم visualize NDVI نوشته میکنیم war یک نامگذاری میکنیم مثلا with پارامتر مساوی با curly براکت قوس curly یعنی چی رو میگه به این شکل میگه موهای کسی چنگی باشه میگه curly hair در انگلیسی یه به مو شکل شاید به ما خاطر در میکنیم. اینجا میریم اولین چیزی که انتخاب میکنیم که اینجا هستن ماینس 1 هستن. من این برای شما میگم چرا مثلا ماینس 1 هستن چرا مثلا ماینس 300 منفی 1 نیست منفی 300 نیست یا چرا مثلا منفی 400 نیست مکس 1 پلوس 1. بعدا مثلا شما در اینجا دیده میتونیم که بعضی پالت هم انتخاب کردن. کوشش کنید پالت مثلا اسپلش اشتباه نباشه به شکل میتونید که اینجا انتخاب کنید بگیرین بگید که پالت ببینیم. من فکر میکنم که چیش اشتباه کردم پالت اسپلش با یک ال و 2 تا تی
square bracket میگیریم که گفتن که blue و white و دیگرش blue white green با اسپیلای کوچکتر میبینیم که صحیح هست. بعضی اوقات سیمیکالن هم میگذاره. حالا من معمول اوقات سیمیکالن نمیگذارم، ولی گذاشتن سیمیکالن به مفهوم است که کد شما جا چی میشه؟ ختم میشه. حالا ما ریزی کلیک میکنیم میبینیم که کدام ایرور نمیتن. قوس میتونه اونجا باشه یا میتونن پس دوباره در بالا برن و سیمیکالن اضافه کنن. خوب هستن. شد NDVI. حالا میریم که میگیریم مثلی که ما عکس نشان دادیم از این آپشن استفاده میکنیم. میریم میگیم که مپ باشه، مپ اد لایر. وقتی گرفتیم ما چی رو نشان میدیم؟ NDVI. باید اینجا اول نام لایر رو نشان میدیم و بعدا باید تنظیمات نظیر و اینجا میبینیم که همه کار کردن و بعدا یک نامگذاری کردن. NDVI نام لایر هستن. شما میتونید همه کار کنید. NDVI کلیک کنین. حالا به جای یک دانه دو دانه آمده. لایر قبلی رو ما چون نامگذاری نکردیم لایر یک آمده. او را میتونید که مثلا اینجا نامش تغییر بدین. نوشته که عکس در فارسی نوشته عکس. اینجا اتومات اسم از ظاهر شده. حالا میبینیم ریزی کلیک میکنیم یک عکس ما آمدن، یک NDVI. ببینین این ساحات زمینای زراعتی هستن. زمینای زراعتی اگر شما سوال کنه کسی NDVI کم داره بالا، هر جایی که نبات زیاد باشه با ما اندازه NDVI بالاتر داره. شما میتونید به جای از این عکس های ستلایتی که با رزولوشن بالا هستن انتخاب کنید. ببینید ساحات شهری NDVIش پایین هستن، معمول هستن. مثلا ساحات آب و مثلا ساحاتی که سبزه هستن یا در حقیقت کشتکار کردن امسال گفتم میتونید که NDVIش بالای. ببینید عکس اینجا نشان میده که چیزی کشت شده. وقتی شما ببینید NDVI بالا برخواهد است. یک از طریقی که مثلا شما میتونید NDVI کلکولیت کنید. در حقیقت شما باید منطقاً بفهمید که چه قسم کار میتونید. یعنی اول باید ببینید که فرمول NDVI یا مثلا غیر از NDVI AVI هر چند اسپکترال اندیسیزا باشه. اسپکترال چیزی میگه مثلا اندکس هایی که با مثلا باندا کامبینیشن میشن. مثلا این باندایی که اینجا هستن باز با میشن کامباین میشن. اندکس سینگولر هستن، اندیسیز جمع هستن. شما میتونن که از او استفاده کنین. مثلا فرض مثال NDVI همین دقیقا من فرمول NDVI فکرم نیستن، البته کم هستن ولی ما میفهمیم که این اندکس شاخص چی هستن؟ شاخص normalized different built-up index، بخشی که ساحات شهری رو نشان میدن. مثلا NDVI نوشته میکنم فرمولا NDVI فرمولا. میبینیم که به چه شکل هستن. کسی اینجا نوشته کرده که NDVI لنصد 8 بند 4. من فکر نمیکنم چون ما NDVI به همین بنده رو گرفتیم. NDVI فرمولا near minus red near 5 red 4 near minus red ولی NDVI باید فرمولش دیگر قسم باشه. معلومات اینجا هستن. NDVI لنصد 7 هستن. بعضی باندای لنصد 7 لنصد 8 تفاوت داره. من اینا رو برای شما تشریح میکنم بعدا. normalized different vegetation index یه هستن. NDVI sphere minus red
سویر پلاس ریت. این چه رقم پیدا میکنید؟ مثلا اینجا میبینید باید شما پرکتیکلی با منطقش یاد بگیرید. میبینید بند سویر کدام هستن. شما از بر نباید کنید. من چون خودم هم نمیفهمم، حالا پیدا میکنم سویر کدام هست. شارت ویو انفرارد. مثلا شما میتونید که معمول سوری 1 و 2 دارن، مثلا در چی هستن در لنسد 8. شما میتونید مثلا 7 انتخاب کنین و بعضی اوقات باید اینجا نوشته میشه سعی کنم اینجا 6 انتخاب کردن. مثلا لنسد 8 انتخاب کرده بند 6 ماینس بند 5. مثلا بند 5 که هستن نیر هستن. باش بگذارم یک کمی کنفیوز شدم. نیر هستن. ببینید بند 5 نیر، ولی همیشه ثابت نیستن که شما حتما بند 6 انتخاب کنید، چون این دوتاش شارت انفرارد هستن. مثلا یکش با ویفلنت 2.11 مایکرومتر، یکش 1.5. شما میتونید هر دوش را انتخاب کنید، ولی باید اینوستیگیت کنید که چی تفاوت ها میره. خب ببینید ما فرمولای پیشتر NDVI پیدا کردیم و اشتباه بودن. خب میگیریم که بند 6 ماینس بند 5. ما میگیریم NDVI انتخاب میکنیم. NDVI که ما کلکولیت کردیم اینجا میگیریم که میگیریم NDVI مساوی، همیشه در گوگل ارت انجین مساوی نشته میکنن. حالا ما یک روی دیگر که برای چطور NDCI ها را که NDCI هایی که ساده کلکولیت میشه روی دیگه وجود داره. این من فقط برای اینجا تدریس کردم، اینجا نشان دادم که شما باید با منطق از آشنا شوید، ولی روی کوتاه‌تر وجود داره که مثلا میتونید انجام بدین. این به این شکل است. اینجا من یادداشت کردم مثلا image.normalized difference، بعدا باندایش رو انتخاب میکنیم. ما میریم مثلا وار عکس ما کدام عکس هستن، میریم که این عکس ما هستن، باید نامش مشخص باشه. اگر نامش اشتباه باشه انتخاب نمیکنه. فاصله چندان مهم نیستن. نقطه میگیریم که normalize چی بودن از یاد برفتن normalize difference. میبینیم که رنگ ازی تغییر نکردن، در حقیقت اشتباه normalized هستن. normalized differenceش هم با بزرگ هستن. باید ببینین اگر پیدا نتونستن میتونین که مثلا اینجا نوشته کنین normalized difference اینجا هستن. روش کلیک کنین اتومات میتونین که نام از اینجا کپی کنین. اینجا نوشته میتونین بند نیمز مثلا اتومات اینجا میتونین و رنگ ازی تغییر میکنن. بند چند میریم NDVI ما محاسبه کنیم. بند 6 ماینس بند 5. بند 6 و بند 5. همین کار شما میتونید که هم لنسد 8 بیارید نورمالایز دیفرنس بگیرین، بند 5 و بند 4 انتخاب کنین. NDVI میشه. مثلا این ما بر شما نشان دادم. میتونید مثلا NDVI 2 انتخاب کنین. بگیرین که NDVI 2 وار باید نوشته کنین. وار NDVI 2 مساوی ببخشید لنسد 8 dot normalized difference. denormalized از ما چی اشتباه هستن؟ یک اینجا نداره. بی 5 بند 4. حالا با جای از اینکه ما NDVI 1 ویژوالایز کنیم، شما اینجا میتونید انتخاب کنید NDVI 2. ببینیم که باید رنگ از این مثل از این رو معلوم شه. NDVI 2 کجا شدن؟ اینجا نوشته میکنیم بخش
اینجا برای ما اشتباه too many arguments to function. کدام اشتباه صورت گرفته؟ normalized difference. ما ببینیم که برازی ببخشید برازی که ما باندار انتخاب کنیم برازی که ما باندار انتخاب کنیم پیشتر ما باند انتخاب کردیم باید در بین اسکوار براکت بنویسیم. شما باید چک کنین. من یک ماهی استفاده نکردم تقریبا از یادم رفتم. ببینید اینجا ایرور دادن. خوب شدن که ایرور دادن. بفهمید که ایرور چرا معلوم میشه. روی کلیک میکنیم دوباره حال میبینیم صحیح کار میکنه. مثلا این دیوی ببینین اما این دیوی که پیشتر بود باز این دیوی تفاوت نداره و بعدا ما میخوایم که چی رو نشان بدیم. map add layer میخوایم که این دیوی های نشان بدیم ولی بدون ویژوالایزیشن پارامترز ببینیم که چرا معلوم میشه. بعدا میتونیم باز یک جای نشان بدیم. انتخاب کنیم بگیم که NDVI فکر میکنم این قبول نکردن. دیده فکر کردن که ویژوالایز پارامتر است. اشتباه انتخاب کرده. شما میتونید دیلیت کنید ریزه کلیک کنید. حالا لایر سه عکس دیگه هستن. عکس بیس هستن. این NDVI هستن و این هم چی هستن normalized difference build-up index که بخشای شهری رو نشان میده. ببینیم بخشای شهری برجسته تر شده ولی ما شما میتونیم که باز چی بدیم visualization parameter بدیم. اگر نفهمیدیم میتونیم باز نوشته کنیم که NDVI visualization GE ما فکر میکنیم امور استفاده میتونیم که مثلا همی این استفاده کنیم. من اونجا کدام چیزی خاص پیدا نکردم. میتونیم که مثلا اینم استفاده کنیم نوشته کنیم که مثلا NDVI ببینیم این NDVI هستن ولی NDVI که زیادتر برای ما نشان میده بخشای شهری رو برجسته میکنه. این چی هستن؟ این ایندکس هستن. اینجا مثلا ما شما باید بفهمیم که چطور کلکولیت میشه. یک چیز مهم در بخش ویژوالایزیشن پارامتر هستن. اینجا اگر وقت ما انتخاب میکنیم این ماینس چی هستن؟ مکس چی هستن؟ چی برای همچنان برای NDVI و چی هم برای مثلا عکس ما نشان میدیم. اگه ما متوجه شویم زیادتر ما مثلا روی ایندکس ها کار میکنیم هر پیکسلی که ما اینجا کار میکنیم مثلا ما میریم که NDVI غیر فعال میکنیم بخش اینسپکتور میریم. خوب است که بخش اینسپکتور یاد بگیرین. روی یک پیکسل کلیک کنین. اینجا کلیک کنین. خب معلومات برای کلگیش میاد بدون از اینکه غیر فعال کنین نکنیم. مثلا NDVI 0.43 هستن و NDVI اینجا نشان میده که مثلا ماینس چند هستن. در حقیقت پیکسل که ما روش کلیک کردیم یه ولیو های است. هر جایی که کلیک کنین شما NDVI از -1 پایینتر و از -1 بالاتر پیدا نمیتونین. این ولیوی NDVI بین -1 و -1 هست. شما اگر ببینین جایی که سبزه باشه نباتات باشه NDVIش بالاتر هستن. این طرف 1 هستن ولی هیچ وقت 1 نمیشه. و جایی که مثلا سبزه نباشه نباتات نباشه به طرف -1 هستن
که مثلا از صفر پایین هستن، منفی هستن، به اون شکل ما میگیم که این رو ویژوالایز که به شکلی که پایین ترین ولیویی که عکس گرفته میتونه منفی یک هسته و بالاترین چی یک هسته. در او وسط میتونه که این رو بر از اساس ویژوالایز کنه و بخشی که ما عکس های لنسه ویژوالایز کردیم سرفیس ریفلکتنس ولیوهایش که تغییر میکنه به اساس 0 تا 3000 هستن. به این شکل است. این رنگایش هستن، شما میتونید رنگایش تغییر بدین، بعدا پارامترش انتخاب میکنین، پلت رنگای پلت انتخاب میکنین، بعدا ویژوالایز میکنین. این بخش از این بودن. من فکر میکنم که برای امروز کفایت میکنه. بر روز بعدی بعضی موضوعات دیگر رو تدریس میکنم که درس زیاد نشه. تشکر از توجهتان. تا روز بعد خدا نگهدار. کدام سوال چی داشتین برای ما خبر بدین، کامنت کنین. تشکر.